تلویزیون ترکیه در یک اقدام عجیب یک سریال مثبت 18 میخواد پخش بکنه با حضور حادثه، خواننده معروف که البته باعث خشم مردم ترکیه شده. با هم ببینیم چه خبره. دختر و پسرها به سلبری 17 خیلی خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی ترکیه علاقه‌مندید حتما کانال رو همراهی کنید. درسته که ترکیه اقدامات زیادی در جهت مستقر کردن فرهنگ غربی در کشور خودش انجام داده، ولی ریشه‌های فرهنگ سنتی مذهبی این کشور در خیلی جاها هنوز حاکمه و مردم ترکیه، حتی بعضن کارشناسان رسانه‌های ترکیه، فقط تا حدی از آزادی رو میپسندن و گاهن نسبت به برخی مسائل معترض هستن. قضیه از این قراره که سریال جدیدی به نام اساس اولان با حضور خواننده معروف ترکیه یعنی حادثه و صدا باکان، بازیگر مطرح سینمای ترکیه، در حال ضبط هست که اتفاقاً 3 روز دیگه اولین قسمتش از شبکه گین قراره که پخش بشه. این سریال هنوز از راه نرسیده، حسابی سر صدای ملت و حتی کارشناسان برنامه‌ها رو در آورده. تیزرهای پخش شده این سریال نشان از این داره که محتوای سریال چیزی فراتر از نزدیکی‌های فیزیکی مرسوم در سریال‌های ترکیه است و به نوعی رسما سریال مثبت 18 تلقی میشه. حتی شاید باورتون نشه، به نوشته نشریه معتبر ماینت ترکیه، تیزر رسمی این سریال به خاطر وجود صحنه‌های اروتیک زیاد روی پلتفرم تیک تاک، بلاک و پخشش متوقف شد. البته مثل همیشه این اتفاق اعتراض حادثه رو در پی داشت. حادثه گفت که این برخلاف قوانین آزادی مدنیه. مگر این پلتفرم‌های مجازی نماینده آزادی تفکر نیستن؟ پس چرا صحنه‌های عاشقانه سریال من حذف میشه در حالی که فضای مجازی پر از ویدیوهای خشونت و غیره هست که برای بچه‌ها نامناسب هستن؟ ضمن اینکه خواننده‌ها و بازیگران مرد هر کاری دلشون میخواد میکنن، ولی وقتی زن‌ها مرتکب همون کار میشن عنوان بی‌بندوباری روش میذارن. خلاصه که حادثه بسیار کفری و عصبانیه. صحنه‌های حضور حادثه در رخت خواب در حال ارتباط فیزیکی و پوشش نامناسب صداباکان و از همه مهمتر محوریت اصلی فیلمنامه باعث خشم مردم ترکیه شده. ترکیه‌ای‌ها در کامنت‌های مربوط به این خبر نوشتن که مرزهای آزادی فیزیکی در تلویزیون ترکیه از حد خودش گذشته و همینطور نگاه ابزاری به بدن زن و استفاده از زن به عنوان یک کالا در این سریال شرم‌آوره. مردم بیشتر از حادثه نسبت به صدا باکان متعجب هستند که با وجود متأهل بودن و داشتن 2 فرزند چطور راضی به حضور در چنین سریال نامناسبی شده. گرچه از حادثه هم انتقادهای سنگینی کردن در خصوص اینکه حادثه هر گونه بی‌بندوباری رو به مسائل آزادی تفکر و پوشش ربط میده، در حالی که خیلی چیزها در واقع اصالت هست نه آزادی. این گفته مردم ترکیه هست. چرا که حادثه در مورد پوشش خودش در کنسرت‌ها هم مدام هیت و انتقاد منفی دریافت میکنه. جالبه که بدونید داستان این سریال حول محور 2 دوستی میچرخه که به دنبال عشق حقیقی زندگیشون هستن، یعنی حادثه و صدا باکان، ولی گویا در ابراز این موضوع اصلا موفق نبوده و صرفا به مباحث جنسی داستان تکیه داره. البته باید منتظر شد و دید سریال چه چیزی برای گفتن داره. خب این هم از خبر امروزمون. خبر جالب و متفاوتی بود. امیدوارم که پسندیده باشید. البته یادتون نره حتما نظر خودتون رو برامون بنویسید. خیلی متشکرم که همراهمون هستید. مراقب خودتون خیلی باشید. خداحافظ. Merhaba, hoş geldin. Başlıyorum o zaman. Altından pırlantaya en iyisini arayanların her zaman koçak taktığını konuşuyor. Acil durum butonu gibi bir şey.